با تازه‌ترین اخبار تاجیکستان و جهان شما رو در برنامه خبری رادیو زودی آشنا می‌کنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 10 اپریل. بانک جهانی میگوید انتقال پول مهاجران توجیک در سال گذشته افزایش یافت، اما مهاجران به این امور نو با شبهه می‌نگرند. برعکس سال به سال کم می‌شود. نمی‌دونم این حسابات امور رو از کجا می‌گیرند و چی طرز می‌کنند. انتقال سوم مهاجران سال به سال باید کمتر شود، نه زیادتر. آخرین امید امانتگزاران مشتریان تاجپромбонк میگویند گرفتن مالکیت به جای پولشان را ندارند، چون این اموال از مبلغ آنها بیشتر نرخگذاری شده است. کمیش همین مقصد که نرخ درست مونده نمیتواند، فکر میکنم دیگه امید به برگرداندن مبلغ نمیمونه. در حالی که ساکنان تاجیکستان به رفع عاقبت‌های آفت طبیعی هفته گذشته مشغولند، کمیته حالت‌های فوق‌العاده از بارشات نو هشدار می‌دهد. اما شروع میکنم از آن که تاجیکستان از بانک جهانی خواست که برای ادامه ساختمان نیروگاه روغون کمک کند. جمالدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی، در صحبت با مقامداران بلندپایه بانک جهانی گفته است که نیروگاه میتواند کشورهای همسایه را با قوه برق ارزان تامین کند. اما بانک جهانی به درخواست تاجیکستان پاسخ روشن نمیدهد. تاجیکستان در حال برای ادامه ساختمان نیروگاه روغون سرمایه میجوید که سال 2009 پارلمان آن را در برابر تلکو و نیروگاه نورک انشاءات استراتژی و ملی عنوان کرد. این زمان دوچرخه نیروگاه نصب شده است که قرار است با پر شدن آب در آب انبار به کار انداخته شوند. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان نیروگاه روغون را دوام می‌دهد. در ادامه موضوع پول، بانک جهانی در یک گزارش تازه خود از افزایش مبلغ‌های انتقالی مهاجران توجیک به وطن در سال گذشته خبر می‌دهد، اما بر رقمی که در این گزارش آورده شده است خود مهاجران چندان باور ندارند. به قول آنها زندگی در روسیه سال تا سال به اصطلاح گران می‌شود و این امکانات مالی مهاجران را کمتر کرده است. بانک جهانی در گزارش تازه نشرش میگوید که از رشد اقتصاد روسیه در سال 2018 سه کشور آسیای میانه تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان فایده دیدند. این کشورها که به عنوان دولت‌های انتقال دهنده مهاجران کاری ارزیابی میشوند، از افت و خیز اقتصاد روسیه وابسته هستند. میزان انتقال پولی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع 17 میلیون دلار بیشتر نظر به سال 2017 بوده است. بنابر اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کاری تاجیک در سال 2018 توسط بانک‌ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار مبلغ فرستادند. موزی هر یک مهاجر مهنتی که به وطن سوم انتقال میکند، اگر حساب کنیم معاش میانه که 30,000 میگیرد، 5,500 برای پاتنت است. 5,000 دیگر این حسابی کوارتیر پولی می شود. اگر کوارتیر پولی پستی که اکمومیون که حالا که در شهرهای مسکو یک سری آدم از 5,000 زیاد است، 10,000. 5,000 دیگر این برای خوند و خوراکی که ما خوند و خوراکی میانه گفتیم با نه اون درجه که حتی از 7,000 هم میگذارد. بگذار که 5,000 15,000. 5,000 دیگر اگر کرایه مهاجر شود و پول تلفنی او شود و مایده چوده که در همگی 20,000، در 20,000 که مهاجر 30,000 میگیرد 10,000 میموند. 10,000 همین را مهاجر انتقال میکند به تاجیکستان. در سالهای پیش از بحران اقتصادی روسیه یعنی تا سال 2014 میزان انتقال پولهای مهاجران تاجیک 1.5-2 برابر بیشتر بود و نصف مجموع محصولات داخلی را تشکیل میداد. روسیه که با سبب غصب کریم و شروع مخالفت‌های نظامی در شرق اوکراین مورد تحریم غرب قرار گرفت، با رکود نشاندادهای اقتصادی به قرب شوی روبل و افزایش بیکاری و کمبود جای کار روبرو شد. این حالت در درآمد مهاجران کارجوی خارجی هم تأثیر منفی گذاشت.
رو می‌ریم به موضوع دیگر. یک کمیسیون توزیع‌تاین در تاجیکستان باید نرخ مال و ملک 4 بانک گرفتار به مشکل را بازبینی کند. تأسیس گروه کاری نو به خصوص مشتریان تاجپرومبونک را برای بازپس گرفتن امانت‌هایشان امیدوار نموده است. اما آنها درخواست دارند که ارزش اموال بانک به نرخ بازار موافق و ارزان کرده شود. شکایت اصلی امانتگزاران این است که اموال با نرخ گران فعلی خریدار یافته نمی‌تواند. زرنگیز نوروزشاه موضوع را ادامه می‌دهد. اسماعیل هر روز فهرستی اموال فروخته شده توجپرومبونک را خبر می‌گیرد. زیاده از 100,000 سومانی او در این بانک بحرانی درمانده است. تنها پس از فروخته شدن مالکیت، اسماعیل و ده‌ها امانتگزار دیگری این بانک می‌توانند بالاخره پول خود را بازپس گیرند. به باور اسماعیل با نرخ فعلی اموال بانک به فروش رفتن آن در گمان است. نوبت در ماه نو اونجا خریدار یافته که بدون نرخش قیمت بخره. آن شام رو از این بانک چند ما اشیاء خودم گرفته بودیم. خریدار یافتم فکر می‌کنم نرخ بازاری باشه یافتم پرابلم قدر نیست. در یک نامه دسته جمعی امانتگزاران بانک که 2 سال باز نمی‌توانند پول خود را بازپس بگیرند از کمیسیون ویژه خواستند نرخ اموال بانک را تا 50% پایین برد. امید داخلان ما همین کمیشه اگر همین کمیشه در حقیقت رفت ببینیم که نرخ درست میموند امید میشه اگر ببینیم که همین کمیشه همین انا مقصد که نرخ درست مونده نمیتواند فکر میکنم دیگه امید به برگردوندن مبلغ نمیمونه دیگه. حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که مقامات دولتی و تشکیلات‌های قرضی اموال گرو را بر قسطانه نرخ گران میمانند که این برگردانیدن مبلغ قرض‌ها را مشکل کرده است. تشکیل کمیسیون نوید به نرخ‌گذاری مال و ملک تاجپرومبونک و 3 بانک دیگر برخی از امانتگزاران را در تاجیکستان که بیش از 2 سال است آورند امیدوار کرده است. محبت مومین و یکی از مشتریان دیگری توجپромбонк میگوید برای طبابت شوهر پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد. یکم کمیسیه نرخ‌های دیده برامدن پس نکردن، دویم کمیسیه هم همه خیل. من حاضر یک مثال میبیارم. همین سابق بینوی بانک همونجا و نزدیک همون کوچه و پیش بخچه بودگی. همون وقتش به $46,000 به خریدگی. $46,000 بینویه 18 میلیون موندگی. مثال من همین لباسی شما 100 سوم باشد شما وای 1000 سوم نمی خرید کو. برای همین اینها موبایل من 3 سال سین بینوی فروخته نمیتونم. محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضع پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنهاد نمیکند. از کدام کوه من به یک تا دچه 35,000 به پیشنهاد کردم. من موسفید 81 ساله دارم. من خودم هم آدمی پیر باشم و ماشین نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید باید اونجای وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنهاد کردم. در توجپромбонк با خبرنگار رادیوی آزادی گفتند تغییر نرخ‌ها از آنها وابسته نیست. توجپромбонк به گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و به گفته خود امانتگزاران 51 میلیون سومانی قرضدار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک 2 سال باز نمیتوانند پولهای خود را بازپس بگیرند. نظامالدین زاهدی سفیر نو تاجیکستان در ایران تعیین شد. در این باره روز 10 اپریل فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر گردید. زاهدی 62 ساله از سال 2010 تا این دم به حیث معاون و نایب اول وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کار کرده است. تاجیکستان در حال سفیر نو خود را در ایران تعیین کرد که تهران نیز ماه مارت امسال نماینده نو خود را به دوشنبه فرستاد. مناسبت دو کشور طی تقریبا 4 سال اخیر به سردی پیچیده بود و تنها ماه فوریه امسال هر دو طرف از بهبود روابط خبر دادند. خسرو نوزیری از مقام سفیر تاجیکستان در مصر آزاد و معاون اول وزیر امور خارجه تعیین شده است. اردشیر قادری که تا این دم ریاست کشورهای آسیا و آفریقای وزارت کارهای خارجی را به عهده داشت، سفیر تاجیکستان در مالزیا شد. همچنین بنا به قرارهای حکومت شهلا سیفزاده و فردوس ریزوانزاده معاونان رئیس امانتبانک و سیرم بقازاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین گردیدند. بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و تفصیلات را میپرسیم.
баъди боронҳои пуршиддати охири ҳафтаи гузашта мо аз корбарони озоди видео наворҳои зиёдеро дарёфт кардем ки даҳшати омадани селро ба намоиш мегузорад. навореро ки ҳоло мебинед рӯзи 5 апрел дар деҳоти саричашмаи ноҳияи шамсдини шоҳин сабт шудааст. ин офати табиӣ сокинонро ба даҳшат оварда. дар навор ҳатто садои гирьяи баланди зане ҳам шунида мешавад ки мегӯяд сел моро мебарад. ба гуфтаи корбароне ки видеоро ба мо фиристоданд, сел заминҳои мардумро шуста бурд. дар навори баъдӣ ки аз минтақаи дигари Тоҷикистон ба дасти озоди видео расид, аллакай бартараф кардани паёмади боришоти шадид мушоҳида мешавад. селе ки субҳи 6 апрел омадааст ба манзили сокинони деҳаи обшорони ҳисор хисороти ҷиддӣ расонд. мардуми деҳот маҷбур шуданд ки барои тоза кардани манзили пур аз лои худашон даст ба кор шаванд. мусоҳибони радиои озодӣ мегӯянд, ин хона бо вуҷуди он ки барои зистан хатарнок аст, аммо маскунони он дигар ҷое барои рафтан надоранд. зимнан кумитаи ҳолатҳои фавқулода сокинонро аз хатарҳои эҳтимолии боришоти нимаи дуюми моҳи апрел ҳушдор медиҳад. шоми рӯзи гузашта садҳо нафар аз дӯстдорони ҳунар имкон доштанд нахуст намоиши фирдавсиро аз саҳнаи театри драмавӣ ба номи абулқосими лоҳотӣ тамошо кунанд. намоишномаи мазкур ки ба қалами адиби тоҷик сотим улуғзода тааллуқ дорад, бархурди ҳокимони даврро бо адибон таҷассум мекунад. шодмони ятим дар баробари дигар намояндагони мақомоти Тоҷикистон тамошобини ин нахуст намоиш буд. بنده کتاب شاهنامه را برای امیران سامانی آیا در دربار امیران غزنوی قبول یافته باشد؟ بعد به تخت نشستن سلطان محمود از سلطنت غزنوی، فردوسی شاعر شاهنامه خود را با متن مدحیه به او تقدیم می‌کند. در دربار شاهنامه را نه تنها به خوبی قبول نمی‌کنند، بلکه فردوسی را برای توجه به دین و آیین نیاکان خود نکوهش میکنند. قدر شاعر و سخن، ناحقی به ادیبان و مناسبت حاکمان به زحمت آنها از موضوعهای اصلی نمایشنامه فردوسی بود. کارگردان در مثال ابوالقاسم فردوسی شاعر عصر ده برخوردی درباریان را به شاعرانی که از دربار دارند اما قلم بور را دارند روی صحنه آورده است. نخست نمایش فردوسی شام 10 اپریل در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی برگزار شد. نمایشنامه را کارگردان سلطان عثمانوف از روی رمان فردوسی ساتیم اولوغزاده تهیه کرده. قربانی صابر هنرمند مشهور تاجیک نقش فردوسی را آفریده است. روی صحنه آوردن اثر فردوسی بعد از 3 سال تالیف رمان را رمزی می‌دانند. اصلاً باید هر یک تاجیک به قدر و قیمت بزرگان خود، فرهنگ خود، آیین و رسم و که ما داریم به قدر این امروز باید رسیم. در حال تالار تئاتر پر از تماشابین نمایشنامه فردوسی بود که قبلا مسئولان از کم توجهی مردم به تئاتر شکایت میکردند. مهم که 20 نفر یا 100 نفر بیننده باشه اما درک کنند چی گفتن ما را، چی خواستن ما را. تقدیر فردوسی توسی در حال بعد از 1000 سال مرگش روی صحنه تاجیک می آید که ادیبان از وضع نه آنقدر خوب فضای ایجادی حرف میزنند. شادمان یتیم، امرالدین علیمو، آزادی، دوشنبه. ва вакилони дифои Хайрулло Мирсаидов, хабарнигор ва раҳбари КВН Тоҷикистон аз додгоҳи олӣ дархост карданд ки парвандаи ӯро бознигарӣ ва ӯро пуррасафед кунанд. Бахтиёр Насруллоев, вакили дифои Мирсаидов, гуфт шикоятномаи худро ба додгоҳи олӣ рӯзи 1 апрел ирсол кардааст. Насруллоев афзуд тибқи пешбинии қонун додгоҳи олӣ дар тӯли 2 моҳ бояд ба аризаи онҳо посух бидиҳад. фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. аз он ки то охири барнома моро ҳамроҳ будед ташаккур мегӯем ва ҳамин гуна даъват мекунем ки навору гузоришҳои ҷолиби моро аз озоди видео канали мо дар YouTube тамошо кунед. фардо шуморо дар навиди бомдодӣ мунтазир мешавам. худо нигаҳдор.